الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. استغفر الله تعالی. اللهم این علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب العالمین. برادرای عزیز، ما موضوع می‌بینیم جا مثال نماز شام شد. من مثال اسپید نکردم تا خانه را برم یا که مسجد برم. برای همین میگم برای دیگران شام 3 رکعت فرض خوندیم، 2 رکعت سنتش بدوز من خوندم. مثال ما جای نمازم ایادم برامد بگیرم، همیشه جای نماز اولش دارم. مثال اگر حال دارم، مثال ما پای افضل خطی خوندم. بعضی برادرها مثال پای افضل خطی مثال میگن درست نیست. البته مثال پای افضلاتون اگر تازه باشه، مثال اگم تازه پاک باشه ها، مثال در زمین مثال بتونید اگم چطور پرتوین، اگر هیچ تونم که نپرتین زمین تازه باشه مثال درسته. مثال خوندنش اگم با کی ندارم، مثال پرتوین بخونین. بعضی برادرها مثال میگی که برا در بیرو بخون، نماز راستا بخون، راستا درسته نمیگم. میره ماشین میخونه، اگر نه که بیرو خنک نیست، بیرو هوا گرمه، میره در ماشین 6 تونکی میخونه. این دیگه جو درست نیست. این نماز تو درست نمیشه برادر عزیز. نشسته وقتی که شرایط داری در بیرو راستا خوندن مثال میتونی برای بخی درخت این اوست یگام جدا نوجودا بخونی، نه که تو نمیره نمیخونی، این مثال نماز خود نمیشه، درست نمیشه. اینا بدونین نماز باید راستا خونده شه، پای افضل قدم میشه. اگر پای افضل تازه باشه و در روی زمینه در روی علف لبو جدا میپرده میخونیم مثال جلکته که یگام وایته میگیری. بعد مگرم چکو میکنی میشه پیش تمام سامی главный بندگی خدا اجرا کردی. الان نگهبانت так что поделись Сашка долго будешь ахнул.